سلام علیکم. و علیکم سلام. ما نرامت خوب هستیم، بخیرین؟ شکر الحمدلله خیلی. چه طرفون؟ شکر سلامت باشین. چی گفتنی داریم به امارت اسلامی و مخالفین امارت اسلامی؟ والله ما گفتنی اینه که خداوند به ما اتفاق بده. همیشه به امارت اسلامی دو کسانی که ادعای مخالفت میکنن ما باید بیایم بشینیم از راه برادری، از راه برابری. همه اقوام افغانستان، کسانی که علیه کشورن، کسانی که خود فروخته نیان، کسانی که برف بیگانه نمیکنن، بس دیگه. من 62 سال سن منه، 45 سال به انقلاب تیر کردم. 45 سال به انقلاب تیر کردم، همه چیز میفهمم. از اون زمانی که ظاهر خان ما 10 ساله بودم، از ظاهر خان داود خان گرفت، از داود خان ترکی گرفت، از ترکی امین گرفت، از امین ببرک کارمل گرفت، از ببرک کارمل دکتر نجیب گرفت، باز استاد ربانی، صبغت الله مجددی، دیگه مولوی ملا عمر، بعد کرزی، آخر هم اشرف غنی، حالا کم که شیخ صاحب ملا عبد الله که رهبر افغانستان هستند. من به همگی البته به عنوان یک فرد مجاهد توصیه همینه که ما باید اتفاق کنیم دیگه. کشورهای هر نوع کشوری که به افغانستان میایه میگه کمک میکنم فقط برای منافع خود میایه. ما افغان ها باید چیکار کنیم؟ درک کنیم که ما فقط میتونیم به وطن خدمت کنیم. کی کارم انشالله میکنیم. کسانی که وطن ما به ایران کرده، ما این وطن آباد میکنیم و از تمام افغان ها که به هر جا هستن، به سر تا سر جهان هستن، باید بیایم با هم متحد شیم، دست به دست هم بگذاریم تا این وطن. چی گفتنی داریم به شیخ صاحب مولانا هیبت الله اخوندزاده؟ دیگه والا من کوچکتر از اینم که بتونم به اونا توصیه بکنم، ولی من توصیه همینه که ما باید همه پذیر باشیم، همه باید چیز کنیم، به چردوبر خود جمع کنیم، حساب کنیم. کل مجاهدین باید دست به دست هم بدیم، برف دشمنا نکنیم که بین ما خدا نکرده با تکرار شد تفرقه بندازن. تفرقه انداختن کار دشمنای افغانستانه، ولی ما دیگه فریب دشمنای افغانستان نخوریم. همه دست به دست هم بدیم تا این وطن خداوند همینطور که آرامتر کنه. همه افغان‌ها به این وطن سهم دارن، بیایم به وطن خدمت کنم، متحد شیم، زیر یک چتر زندگی کنیم. نه که خدا نکرده من فلان گروه او قوم، نه. فقط چیزی که خداوند به قرآن گفته ما باید به عمل کنیم. به گفتار نمیشه، عمل باید بکنیم. چیزی که خداوند به قرآن گفته، حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث پیغمبر باید ما عمل کنیم. من هدف همینه. به غیر از او هر کس که ادعا میکنه که ما فلان ایتنم موتنم، ما فلان مبلغی و ما فلان قاضیم، فقط عمل نکنه من قبول ندارم. من فقط کسانی که به قرآن عمل میکنه گفتار و کردار یکی باشه. من نوکر از او هم هستم. من به عنوان یک طلبه خواهشم همینه که ما چیزی که میگیم به زو عمل کنیم. و السلام